روزتون بخیر. اینجا کارخونه اورلا شراب چلیکه. یک کوچولو تاریخچه اینجا رو بهتون بگم. سال 1996 کان اورتباش اینجا رو تأسیس کرد به عنوان اوزباش چیفتی. بعد یه مدت اینجوری کار کردن. سال 2000 اینجا به عنوان بخش شرابسازی به نام اورلا شراب چلیک فعالیت رسمی خودش رو از سال 2000 شروع کرد. از همون اول حدود 550 هکتار از زمین به کشت انگور اختصاص یافت. سال 2010 به مرکز بوتیک شرابسازی تبدیل شد و از اون موقع رشدش فوق‌العاده سریع بود. سالانه از این 550 هکتار تاکستانی که داریم 300,000 لیتر شراب تولید میکنه. 11 مدل 11 نوع شراب داره اینجا که 2 نوعش کاملا منحصر به فرده. اورلا کارسی انگور قرمز و بیاز کره انگور سفید ناشی از موتاسیون که کاملا منحصر به فرد فقط اورلا شراب چلیک هستش اینجا تولید میشه. این بشکه هایی که الان دیدید توی حیاط گذاشتن اینا تزیینی هستن، فقط برای دیزاین اینجا استفاده شده، ولی کلا این بشکه های بلوط هستن که از فرانسه وارد میشن، مخصوص شراب هستن و اینها شیشه های شراب آماده فروش هستن که گذاشتن اینجا که کمی تایم بگذره و تبدیل به شراب بشن. و این بازدید از کارخونه کاملا رایگان هستش. فقط قسمت تست شراب‌ها هستش که هزینه داره. اینجا اتاقک مخازن انبار شراب هستش که زیر این استخرها قرار داره. برای تخمیر این شراب‌ها ما نیاز به کمی رطوبت داریم که اون رطوبت از طریق این استخر تأمین میشه که فوق‌العاده جذاب و دیدنی هستش. این کارخونه واقعا جذاب هستش. پیشنهاد میکنم اگر مسیرتون این طرف افتاد حتما یه دیداری از اینجا داشته باشید. هم رستوران هستش که ما بعد از اینکه پایین رفتیم حتما میایم اینجا، شما رو میاریم با خودمون میبینید. اینجا 4 مدل شراب میتونید انتخاب بکنید که این 4 مدل شراب رو فقط برای چشیدن با مزه هایی کنارش حدود 120 لیره نفری که شراب رو خودتون از روی منو انتخاب میکنید. شرابی که میخواید تست بکنید و براتون میارن. اینجا همون مخزن شرابی که از زیر استخر دیده میشد. بعد اینجا کلن از محل خود کارخونه شما شراب بخرید 20% ارزان‌تر از مغازه هایی هستش که بیرون شراب رو با این مارک کارخونه میفروشن براتون. این مجموعه سال 2010 جایزه تزیین معماری تنهایی منحصر به فرد رو دریافت کرده و تا حدود 300 تا جایزه ملی و بین‌المللی در جشنواره‌های شراب و طراحی و بسته‌بندی رو کسب کرده. سالانه حدود 80,000 نفر از این رستوران و از این
جمع آوری میشن و میان طبقه بالا. اینها به شکل کاملا منوال از نخها آویزون میشن و توسط این ماکینه ها فشرده میشن و میان بعدش هم میان این سیاه هایی که توی سقف میبینید از اینجا به پایین ریخته میشن. از اینجا میاد که توی انرژی ما صرفه جویی کرده باشیم، میاد به پایین ریخته میشه، میاد داخل این ماکینه ها قرار گرفته میشه. ما برق اینجا رو حدوداً 47%ش رو خودمون با اون انرژی خورشیدی هایی که توی حیاط گذاشته شده با اون خودمون تولید برق خودمون رو انجام میدیم. هر کدوم از این ماکینه ها مخصوص این شراب خاصی، شراب قرمز میاد توی اینها پرس میشه و شراب قرمز، شراب سفید، هر کدوم مخصوص هر ماکینه میاد اینجا پرس میشه. اینجا پرس شده و اینجا یه سری موادی که باید بهشون اضافه بشه اضافه میشه. بعد اینکه مواد اضافه شد داخل این بشکه های فرانسوی ریخته میشه. بریم مرحله بعدی. این بالا که میبینید آزمایشگاهه، یه سری از اندازه ها اون بالا در میاد. حالا میریم به سمت مخزن شراب که مخزن ها رو نشون اینجا انبار شراب هست که اینجا میذاریم میمونه و 2 ساله، 3 ساله، 10 ساله همه توی این بشکه ها میمونه. و این استخری که بالا میبینید به خاطر رطوبتی که این محوطه دمای خاصی داره باید تو دما باشه و این رطوبتی داشته باشه. این استخر به خاطر اون هست این بالا که خیلی کم نور آفتاب میخوره و یه نور کاملا طبیعی میتونن اینا داشته باشن. این بشکه هایی که میبینید بسته به نوع شرابی که داخلشون هستش، یه سریشون یه دمای خاصی دارن، یه سریشون بسته به شرابشون، یعنی لایه‌ای که این خورده میشه دور این بشکه ها متفاوت هستش. این بشکه ها با توجه به لایه های دورشون 6 الی 18 ماه نیاز به استراحت دارن که استراحت اینا اینجوری انجام میشه توی این دما و با این نور مطلوب. توی این بشکه ها یه لاندرمارک، یعنی بخوایم که چندین سال از روش بگذره، توی این بشکه ها نیست. 6 الی 18 ماه توی این بشکه های فرانسوی چوبی استراحت میکنن و بعدا به داخل این مخازن انتقال داده میشن. چند تا شراب معروف داریم ما که